سلام و درود دوستان، خوش آمدید به کانال ما انگلیش خانه. امروز ما تصمیم گرفتیم با شما چطور در طرف خانه فرمایش دادن نوشاکی را صحبت کنیم. چون همیشه پیش از آن که با مهاره آغاز کنیم باید کلمه های زیرین را از نظر گذرانیم. To take گرفتن. To drink نوشیدن. Order فرمایش. Beverage نوشاکی. Next page صفحه دیگر. Plain water آبی صاف. Sparkling water آبی گازناک. Orange juice شربت افلسون. Apple juice شربت سیب. Black tea چای سیاه. To bring آوردن. خب اکنون آغاز میکنیم با محاوره. May I take your drink order while you are looking over your menu? ممکن است فرمایش نوشاکی شما را تا از نظر گذراندن منیو گیرم. Yes. Do you have beverage list? Yes. Do you have beverage list? بله. شما رویخط نوشاکی ها دارید. The beverage list is on the next page of your menu. رویخط نوشاکی ها در صفحه دیگری منیو است. Here you have plain water, sparkling water, apple juice, orange juice, black tea, black coffee, Arch Cola and Coca-Cola. در این رویخط آبی صاف، آبی گازناک، شربت افلسون، شربت سیب، چای سیاه، قهوه سیاه، آرسی کولا و کوکاکولا می باشد. Yes sir. Actually we are famous for our black coffee. بله جناب. ما در واقع با قهوه سیاه همان مشهوریم. That sounds good. Please bring me a cup of black coffee. بهترین. لطفاً برای من قهوه سیاه بیارید. Of course. Would you like it with sugar or no sugar? البته. با شکر باشد یا بی شکر. I would like my black coffee without sugar. من قهوه‌ام را به شکر می‌خواهم. Do you want anything else? یگان چیزی دیگر می‌خواهید؟ Could you bring me some plain water? لطفاً برای من کمی آبی صاف بیارید. Of course. البته. Thank you very much. تشکری زیاد. دوستان گرامی، برای باز هم تماشا کردن ویدیوهای نوبتی ما از کانال انگلیش خانه پیگیری نمایید. باقی سلامت باشید. See you next time. خدا حافظ.